میگفت پدر بزرگم معتقد بود که اولاد وفا نداره. برای همین بچه‌هاشو انقدر اذیت کرد که آخرش گذاشتنش خونه سالمندان. حرفش تایید شد. یکی دیگه میگفت پدرم اعتقاد داشت که نباید به زنا دل بسته بود، چون هیچ کدومشون وفادار نیستن. انقدر با مادرم سرد برخورد کرد که جدا شدن. و درسته، حرفش ثابت شد. سوال خیلی سختیه، ولی آیا مغز ما از این نگرانیایی که خودمون برای خودمون میسازیم تغذیه نمیکنه؟ آیا با همین سوگیری‌های اشتباه رفتارهایی نمی‌کنیم که دقیقاً به همون چیزی که ازش میترسیم کشیده بشیم؟ همه ما میدونیم که یک روزی قراره یک استرس شدیدی بهمون وارد بشه. درک می‌کنیم یک روزی که دقیقاً نمیدونیم چه روزیه، خبر از دست دادن عزیزی قراره شوکمون کنه. یا ممکنه که بدونیم که توی مسیر تلاش برای اهداف و برنامه‌ریزی‌های شخصیمون، حتی اگر خیلی خوب هم تلاش بکنیم، گاهی اوقات قراره طعم شکست و ناکامی رو بچشیم یا از بقیه نبشنویم. همه اینا رو میدونیم و مشکلی هم نیست. اما مشکل اصلی اینه که قبل از اینکه اون اتفاق توی دنیای واقعیمون بیفته، بارها به خاطر چیزی که هنوز وجود خارجی نداره خودخوری کردیم. تصورش کردیم، چندین برابر واقعیت ازش ترسیدیم و خودمون رو سرزنش کردیم. اپیکتتوس، فیلسوف بزرگ رواقی، میگه آدما از اتفاقات نمیترسن، بلکه از تصوری که درباره اون اتفاق هست وحشت دارن. به قول معروف، مراقب باش که به خاطر ترس از مرگ نمیری. چرا توی حساس ترین مواقع زندگیمون استرس و اضطراب میگیریم و همه چی رو خراب میکنیم؟ سال 1967 مارتین سیگلمن، روانشناس و استاد دانشگاه آمریکایی، یک آزمایش عجیبی انجام داد که با آزمایش درماندگی آموخته شده معروف شد. اینکه چجوری سرکوفت‌ها و ناکامی‌های مستمر و طولانی باعث میشن که آدم انگیزه و کلاً امیدش رو از دست بده. اون اومد رفتارهای شرطی سگ‌ها رو توی دو موقعیت بررسی کرد. به گروه اول سگ‌ها یک شوک خیلی کوچیکی توی قفس بهشون وارد می‌کرد و بعدش در قفس رو باز می‌کرد که فرار کنن. ولی برای گروه دوم راه فراری نمی‌ذاشت. نتیجه نشون میداد که بعد از چند بار انجام دادن این آزمایش، وقتی که در قفس رو برای گروه دوم باز می‌کرد، اونا تقریباً هیچ میلی برای بیرون رفتن از قفس نداشتن. انگار که بهشون تزریق شده بود تو درمانده‌ای و هیچ چاره‌ای نداری. این مورد توی فیل‌ها و حیوانات دیگه‌ای که توی سیرک از بچگی پاهاشون رو با طناب می‌بستن خیلی خوب خودشون نشون میده که نمونه‌شو رو توی تصویر می‌بینید. حالا میدونید قسمت ترسناک این ماجرا کجاست؟ این که همین استرس و نشخوار فکری هم دقیقاً با ما همین کارو میکنه. یک طنابی رو به پامون میبنده و میگه از این بیشتر نمیتونی بری. و از اون ور هم بیش فکری یا اوورتینکینگ میاد سناریوهایی رو براتون تو ذهنتون میسازه که بعدش خودتون رو تو این سناریوها آدم ضعیف و شکست خورده در نظر میگیرید. همون اضطراب‌های بیجایی که هیچ کدوم واقعی نیستن. انگار مثل همون آزمایش میاد بهتون یک شوکی وارد میکنه و مشکلش اینجاست که هیچ راه فراری براتون نمیذاره. انسان در مقابل استرس و تهدید واقعی دو نوع واکنش نشون میده: جنگ یا گریز. ولی خب این توی دنیای واقعیه، نه توی ذهنمون. وقتی که توی مغزمون چنین اتفاقی بیفته، نمیتونیم بجنگیم، نه راه گریزی داریم. و اینجاست که ممکنه پدیده آنهیدونیا خودشو نشون بده. حالا این چیه؟ دکتر اندرو هیوبرمن، عصبشناس برجسته و استاد دانشگاه استنفورد، درباره یک مفهومی توی یک پادکستی حرف میزنه که اتفاقا توی دهه‌های گذشته خیلی زیادم شده. آنهیدونیا، پدیده‌ای که باعث میشه ما از هیچی لذت نبریم. حتی کارهایی که قبلا براتون جالب و لذت بخش بودن دیگه براتون ارزشمند نیستن. مثل اینکه غذای مورد علاقت بی‌مزه شده باشه. این مرحله جاییه که شخص به واسطه تفکرات جعلی نسبت به خودش و چیزی که توی ذهن خودش ساخته، این یک لاک‌پشت وارد لاک دفاعی خودش میشه تا از همون خطرهایی که هیچ کدوم واقعی نیستن و خود ساختن در امان بمونه. جالبه که حدود 1900 سال پیش مارکوس اورلیوس توی ژورنال نویسی خودش که امروزه این نوشته‌هاش رو با اسم تأملات میشناسیم، برای جلوگیری از این خوددرگیری ذهنی اینجوری به خودش نوشته: اگر چیزی را نمیتوانی توضیح دهی، وانمود نکن که میتوانی، فقط بگو نمیدانم. یا جای دیگه سنکا درباره همین مفهوم آنهیدونیا میگه: حکیم واقعی میخندد، عشق میورزد و لذت میبرد، اما با وقار و تعادل. در اصل رواقیون که شاید خیلیا فکر بکنن تلاش میکردن دنبال لذت نباشن، هیچ وقت مخالف لذت نبودن، بلکه مخالف لذت پرستی و اعتیاد به اون لذت بردن بودن. چرا که لذت پرستی آخر شما رو دچار بی لذتی میکنه. تناقض عجیبیه، ولی خب امروزه تو علم جدید ثابت شده که هر چقدر یک موهبتی بیشتر در دسترس باشه، ارزش و لذتش کم میشه. همونطور که توی علم روانشناسی هم زیگموند فروید میگفت لذت محدود شده شدیدتر و ماندگارتر است. یک قسمت این موضوع هم که برمیگرده به همون مفهوم سمی شدن دوپامین.
که قبلا خیلی دربارش صحبت کردیم و اینجا اشاره نمی‌کنیم و از این ویدیو بعدا میتونید تماشا بکنید. حالا سوال اینه که وقتی با این همه بیش فکری برای خودمون یک استرس خودساخته میسازیم، چه بلایی سر مغز میاد؟ این سوالم بیاید از نظر علمی بررسی بکنیم و بعدش بریم سراغ راه‌حل‌های به شدت کاربردی رواقیون. یکی از هورمون‌هایی که به صورت مستقیم با استرس همراهه کورتیزوله. ولی دکتر هیوبرمن میگه که کورتیزول دشمن شما نیست. اون فقط زمانی مشکل ساز میشه که در زمان اشتباه به میزان زیادی ترشح بشه. و مشکل اینجاست که همین استرس ها که کمی جلوتر راه‌حل‌های کاربردیشو بررسی می‌کنیم، اگر کنترل نشه مغز رو یه جورایی وارد حالت بقا یا همون سروایول مود می‌کنن که هر لحظه احساس می‌کنن که جونشون توی خطره. بدنتون وارد یک حالتی میشه که انگار شیر دنبالتون کرده و قسمت بعدش اینه که توی این حالت نگهتون می‌داره. شما انگار فرض کنید که همیشه توی حالت جنگ یا فرار هستید و به مرور زمان افزایش این تنش‌ها عملکردمون رو از هر لحاظ پایین میاره. بی‌حوصله میشیم، نمیتونیم تمرکز کنیم و همین نارضایتی‌ها بازم باعث استرس میشه و این چرخه ادامه داره. راه‌حل‌های پیشنهادی دکتر هیوبرمن برای کنترل این نوع هورمون رو دارید توی تصویر مشاهده می‌کنید. حالا بریم سراغ راه‌حل‌های کاربردی رواقیون. اگر یادتون باشه همین 1 دقیقه پیش گفتیم که مارکوس اورلیوس یکی از فیلسوفان و امپراتور بزرگ روم باستان همیشه توی زندگیش یک دفترچه روزنگار داشته و ژورنال می‌نوشته. و خود همین کار یکی از موثرترین راه‌های کنترل استرس و اضطرابه. و این حرف صرفاً به خاطر تجربه نیست. از نظر علمی هم این موضوع تایید شده. یک سری مطالعاتی توی سال 2016 هستن که نشون میدن فعالیت‌های دستی مثل نوشتن، نقاشی، سفالگری و حتی آشپزی میتونه سطح کورتیزول بدن رو به مقدار قابل توجهی کم بکنه. دکتر هیوبرمن توی این پادکستش یک پروتکل و روشی رو برای نوشتن میگه که بیاید با هم بررسی کنیم. اون توی این روش میگه که شما 4 روز متوالی رو باید بین 15 تا 30 دقیقه وقت بذارید و درباره یکی از تجربه‌های عاطفی یا رویدادهای استرس‌زای خودتون بنویسید. نوشتتون کاملا خودمونی باشه و جوری باشه که انگار دارید به زمان گذشته سفر میکنید و این نامه رو میدید به خود قدیمیتون. نباید سعی بکنید که قضاوت بکنید. بعد از بررسی 4 روزه این اتفاق، وقتی که توی اون احساس عمیق‌تر شدی و ریشه‌های بیشتری رو کشف کردی، متوجه میشی که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اینجا نه نیازی به قضاوته یا نه نیازی حتی به تلاش کردن برای جبرانش. فقط متوجه میشی که چی شده و همین باعث میشه که احساس آرامش بیشتری داشته باشی. حتما هم تاکید میشه که توی اون 4 روز فقط به همون موضوع فکر کنید. نرید توی موضوعات دیگه و شاخه به شاخه بررسی کنید. در تاکید این روش مارکوس اورلیوس اینجوری میگفت: اگر رنج میکشی به خاطر خود واقعه نیست، بلکه به خاطر قضاوت و نگرشی است که نسبت به اون واقعه داری. ما اومدیم کتاب تأملات مارکوس اورلیوس رو بررسی کردیم و 3 تا سوال مهمی رو پیدا کردیم که خیلی جاها از خودش پرسیده. گویا این سوالات باعث می شده که بتونه درست بفهمه که مشکلش چیه و اون استرس و اضطرابش کم بشه. سوال اول: همه چیز داره زود میگذره، پس آیا این واقعه ارزش داره که من به هم بریزم؟ سوال دوم: امروز هم احتمال داره که با افراد خودخواه، حسود و نادان روبرو بشم، پس چرا باید با روبرو شدن با این افراد یک ناراحتی و حس بدی بهم بیاد؟ این طبیعت دنیاست. سوال شماره 3: تو در حال مرگ نیستی، تو همین الانش هم داری به سمت مرگ حرکت میکنی. چه چیزی امروز باعث میشه که حتی اگر بمیرم احساس سرخوشی کنم؟ فرقی نمیکنه که چه کاری انجام داده باشید. میتونه یادگیری یک علم یا یک تجربه باشه یا حتی حسی که به بقیه انتقال دادید. اگر یک کاری کردید که خودتون یا کس دیگه‌ای توی این دنیا بهتر نفس کشید و زندگی کرد، یعنی کارتون درست بوده. پیشنهاد میشه که توی ژورنال نویسیتون حتما این 3 تا سوال که دغدغه‌های اصلی استرس‌زا بودن خودمون هستن رو از خودمون بپرسیم. نکته و توصیه بعدی رواقیون اینه که اگر از شرایط و اتفاقی که توی ذهنتون میفته میترسید، بدترین حالتش رو تصور کنید. این تکنیک سنکاس، یکی از متفکران بزرگ در این زمینه. البته منظور سنکا این نیستش که بدبین باشیم، بلکه اون اعتقاد داشت که آدم عاقل قایقش رو قبل از طوفان آماده میکنه، نه وسطش. اگر انتظارتون رو از افراد و اتفاقات پایین بیارید، دیگه هیچ اتفاق بدی نمیتونه شما رو شوکه کنه. و در عوضش هر اتفاق خوبی که براتون بیفته، به چشم یک حس خوب و خوش اقبالی میبینید. صادقانه بگم شاید 95% مواقع اون سناریوی بدترین حالت اصلا پیش نیاد، ولی همین شما رو ضد گلوله میکنه که قوی‌تر بمونید. حالا بیایید با یک مثال کاربردی این تکنیک رو اجرا کنیم. فرض کنید که فردا قرار کاری خیلی مهم دارید که موفقیت توی این قرار باعث میشه که زندگیتون متحول بشه و طبیعتاً از شب قبلش مضطربی. چرا؟ به خاطر اینکه اون اگه ها بهت شروع میکنن حمله کردن.
اگه خراب کنم چی؟ اگه بدترین اتفاق بیفته چی؟ اگه خواب بمونم چی؟ اینجا باید خودمون رو آماده کنیم و نسبت به اون موضوع شفاف سازی داشته باشیم. چند ثانیه دیگه میگم که چرا باید شفاف باشیم. مثلا میترسید که حرفاتون رو فراموش کنید؟ خب یه کاغذ کمکی بردارید و توش کلید واژه‌هایی که میخواید دربارش حرف بزنید رو بنویسید. میترسی اون همکاری که باهات حال نمیکنه وسط جمع به تیکه بندازه؟ خب از قبل جملاتی آماده کن که اگر گفت بدونی که بعد چی جوابشو بدی، که موقعی که این کارو کرد یهو دستپاچه نشی. به صورت کلی ذهن ما از ناشناخته‌ها میترسه و این طبیعتاً نیاز غریزی ماست. سر همین اگر یه چیزی توی ذهنمون مبهم باشه و مغز چون نمیتونه کنجکاوی و مبهم بودنش رو تحمل بکنه، شروع میکنه یک سری داستان سازی و سناریو سازی‌های از خودش انجام دادن. و سر همینه که ممکنه یه سری اتفاقات رو خیلی ترسناکتر از چیزی که واقعاً هست تصور بکنیم. ولی به محض اینکه این موضوع شفاف بشه، دیگه بیش فکری نمی‌کنیم و بهترین روش برای اینکه شفاف بکنیم اینه که بنویسیم و طبقه بندی کنیم. روش دیگه‌ای که رواقیون داشتن و خیلی هم کاربردی بود، اهمیت انجام کارها بر اساس اولویت بود. اونا تاکید می‌کردن که اون کاری که می‌دونید انجام ندادنش هی به اضطرابتون اضافه می‌کنه و باعث میشه که ذهنتون تصویرسازی‌های الکی بکنه، اول انجام بدید و نذارید بعداً. اینجوری باعث میشه که اون استرس‌ها و تنش‌های فرسایشی ذهنتون کم کم بیاد پایین‌تر. چیزایی که شاید توی روز تو قسمت‌های مختلف 1-2 دقیقه بیشتر وقتمون رو نگیره. ولی آخر شب که میشه ممکنه ببینی این افکار به ظاهر کوچیک کنار همدیگه جمع شدن و 2 ساعت فکر به درد نخور و منفی رو برای شما داشتن. و سر همینه که خیلی از ما به خاطر اینکه اون افکار منفیمون رو نمیتونیم مدیریت کنیم، آخر شب پناه میبریم به دل اینستاگرام، تیک تاک یا محتوای اینجوری، دوپامین‌های لحظه‌ای که ما رو مدت خوشحال میکنن و یه جورای خودمون رو فریب میدیم که از اون افکار منفی دور بشیم. اما اینجا اپیکتتوس یک هشدار خیلی مهمی میده. اون میگه که باید بدونیم کدوم استرس درست و ارزشمنده و کدومش فقط انرژی خوار ماست. اون اومده بود کارها رو به 2 دسته تقسیم کرده بود. دسته اول چیزایی که تو کنترل ما هستن یا همون کارهایی